کتاب شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی یکی از بزرگترین آثار ادبیات جهان به شمار می رود. تحفه نمودن این کتاب گرانبها از جانب سرور دولت به اهالی نه تنها یک عمل فرهنگی بلکه اقدام مهمی معنوی و تربیوی نیز می باشد. پیش از همه شاهنامه تاریخ پرقناوت ملت ما را تجسم می کند. در آن جسارت، عدالت و تندرستی، انسان دوستی و مبارزه نیکی بر ضد بدی وصف شدند. وقتی که چنین اثر به مردم همچون تحفه تقدیم گردید، حس افتخار ملی تقویت یافته، رابطه نسل‌های امروز با گذشته استوار می‌گردد. ما خیلی خرسند شدیم که وقتی که ما درس‌های ادبیات تاریخ را می‌گذاریم از اثرهای ابوالقاسم فردوسی، ابو عبدالله رودکی چندین نمونه ها را می آوردیم و نشان داده نتوانستیم، لیکن شکرانه میکنیم به شخصا به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان منتداری همین آموزگارا را میرسانم که کتاب شاهنامه را تحفه کردن. ما خیلی خرسند شدیم. در روزهای حاضر خوانندگان ما قریب 20 نفرشون برای اشتراک داشتن به آزمون شاهنامه خوانی تیاری دیده ایستاده است. ما در درس‌ها نیز از همین کتاب استفاده برده ایستادیم. در زمانی که تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی دقت مردم را بیشتر جلب می‌کنند، تقدیم چنین کتاب مردم را به مطالعه و اندیشه‌رانی تشویق می‌نماید. همزمان احیای ارزش‌های ملی و گرامی‌داشت میراث فرهنگی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست دولتی به شمار می‌رود. نشر و تقدیم آثار گرانبها از جمله شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی و تاجیکان علامه باباجان غفورов به اهالی نشانه روشن توجه به خودشناسی ملی و بلند برداشتن سطح معنوی جامعه می باشد. اقدام دیگر دستگیری علم و اهل ضیا است. تشکیل آزمون‌های جمهوری، روزهای کتاب، هفته‌های علم و چهاربینی‌های فرهنگی برای رشد تفکر علمی مساعدت می‌کند. در مجموع تحفه کتاب شاهنامه به اهالی عمل نیک و سرمایه‌گذاری به آینده جامعه است. با چنین اقدام‌ها فرهنگ، تاریخ و هویت ملی حفظ شده، جامعه به سوی رشد و کمالات معنوی قدم می‌گذارد. مثلا محیدالله زاده، بزرگمیر شاملیکوف، مظفر صابرов، اخبار.